اگه به یاد داشته باشید در قسمت آخر فصل 3 سریال شوال نقشه مرگ احمد و سوزان رو میکشه و به همین خاطر با کمک ناخواسته عاکف به سراغ یکی از آدمای اون رفته و نقشه دستکاری ترمزای ماشین عروس رو میکشه. اما همه چیز اونطور که شوال پیش بینی کرده پیش نمیره و علاوه بر احمد و سوزان، عمر، آسیه، دروک، سوسن و سارپ هم سوار ماشین عروس میشن. عاکف بعد از اینکه متوجه نقشه شوم شوال میشه و با عجله خودشو به ماشین عروس میرسونه تا پسرشو نجات بده، اما تلاشای اون فایده‌ای نداره و احمد نمیتونه ماشین رو کنترل کنه و ماشین به ته دره سقوط میکنه و شاهد یه تصادف وحشتناک و مرگبار هستیم. بعد از ماجرای تصادف، نویسندگان و سازندگان سریال اعلام کردن که در تصادف قراره چند نفر کشته بشن و اولین فردی که در تصادف کشته میشه احمده و احمد با مرگ کارشو در سریال به پایان میرسونه. اما در این بین قرار تصادف کشته ها و تلفات دیگه‌ای داشته باشه که هنوز نام اونا به صورت رسمی اعلام نشده. اگه به یاد داشته باشید سکانس پایانی قسمت آخر فصل 3 به گونه‌ای بود که انگار عاکف با اشتباهی که کرده و با آدمی که به سراغ شوال فرستاده ناخواسته باعث گیر افتادن پسرش در خطر تصادف و احتمالاً مرگ شده و همینم باعث عذاب وجدان شدید اون شده و تا مرز دیوونه شدن پیش میره. اگه این سناریو درست باشه به احتمال زیاد از دروک به عنوان یکی دیگه از تلفات حادثه ماشین عروس باید نام ببریم. اینکه دروک کشته بشه یا نه هنوز به درستی معلوم نیست، اما چیزی که معلومه اینه که حتما بلایی بر سر دروک میاد تا عاکف دچار عذاب وجدان شدیدی شده و دست به انتقام از شوال بزنه و باعث به وجود اومدن ماجراها و داستانه جدیدی در سریال بشه. بسیاری از طرفداران سریال عنوان کردن که با توجه به اینکه دروک کاراکتر اصلی سریاله و عاشقانه های اون معاصی ستون اصلی سریاله و مرگ اون باعث نابودی سریال میشه و به همین خاطر استدلال میکنن که قطعاً دروک کشته نمیشه و خبری از مرگ اون در فصل 4 نیست. اما باید توجه داشت که تا به این لحظه هیچ خبری از تمدید قرارداد این بازیگر و حضور قطعی اون در فصل 4 منتشر نشده. همچنین شایعاتی هم وجود داره که پیشنهادات زیادی به این بازیگر شده تا در سریال ها و پروژه های جدید حضور داشته باشه. با این حساب احتمال نبود این بازیگر در فصل جدید سریال وجود داره. همچنین ذکر این نکته لازمه که ملیسا، قدیر و هاریکا هم جزو کاراکترهای اصلی و محبوب سریال بودن، اما همه اونا با وجود محبوبیت زیاد و ماجراهای جذابشون در سریال با سناریوهای عجیب و غریب و باور نکردنی از سریال حذف شدن و شاهد کنار گذاشتن اونا از سریال خواهران و برادران بودیم. با این حساب امکان حذف کاراکتر دروک هم در سریال وجود داره و شاید شاهد مرگ این بازیگر در فصل جدید هم باشیم. اما به هر حال هنوز هیچ چیزی به درستی معلوم نیست و به جز کاراکتر احمد که خروج اون از سریال تایید شده هیچ اخبار رسمی در مورد سایر بازیگران منتشر نشده و باید منتظر روزها و هفته‌های آینده باشیم تا بفهمیم کدوم یکی از کاراکترها در فصل جدید حضور دارن و کدوم یکی از سریال حذف شده و با مرگ کارشون در سریال به پایان میرسه.